با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های автомобилгарди ناحیه شهرنو امسال در حدود شهرک و جماعت و دهات تعمیر و از نوسازی 185 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 10 کیلومتر راه که در حدود جماعت‌های دهات پیش بینی گردیده است با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های автомобилгард و صاحبکاران ناحیه شهرنو اسفالت پوش کرده می شود. در تعمیر اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراک فعال می‌نمایند. دسته‌جمعانه و یکدلانه به انجام رسانیدن کارهای بنیادکاری روز تا روز در ناحیه شهرنو بیشتر می‌گردد. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار می‌باشد. در جماعت دهات استقلال امروز در دهه سنگلاق راه دهه را اسفالت پوش کرده ایستاده‌ایم که این با دستگیری صاحبکارا با دستگیری اهالی دهه که سرجمانه راه را با استفاده داده ایستاده‌ایم که در جماعت یک چند کارهای آبادانی را به اتمام رساندیم که یک دو بنگاه طبی را ساخته به استفاده دادیم، یک مؤسسه تعلیمی رقم 5 را به استفاده دادیم و اینچنین در دهه ها در 12 دهه همه خیل کارهای آبادانی سازندگی پیش رفته است. تا این مدت راه‌های محلی و جمهوریوی در توازن مؤسسه راهسازی ناحیه شهرنو بوده از تعمیر جاری برآورده شد که از این نشانات قریب 5 کیلومتر راه پررنگ منفرش گردیده است. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نموده پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. قابل ذکر است که بخشیده به 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های دهات و شهرک ناحیه شهرنو انشاءات زیادی تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز راه‌های محلی اهالی نشین پوررنگ اسفالت پوش کرده می‌شود.